د علي سره د پښتو ژبه زده کړې یوټیوب چینل او د پښتو ګرامر نوې کورس ته ښه راغلاست. با چینل یوتیوب آموزش زبان پشتو همراه با علی و دوره جدید 0 تا 100 آموزش گرامر پشتو خوش آمدید. سلامونه دوستانو، څنګه زه یم او ویله لرم چې تاسو هم جوړ او صحتمند اوسئ او همدارنګه ژوند تل تاسو ته خوږ وي. سلام دوستان عزیز، حالتان چطور است؟ من خوب هستم. امید که شما هم جور و صحتمند باشین و زندگی براتان شیرین باشه. خب دوره ای را که پیش رویتان است دوره 0 تا 100 گرامر زبان پشتو است. یعنی هر آن چیزی را که باید از دستور زبان و یا گرامر پشتو بدانین به زبان بسیار ساده همراه به مثالهای خوب براتان گفته شده. بالای دوره بسیار زحمت کشیده شده و سعی شده که کامل و گویا و ساده باشه. پیشنهاد میکنم که هر قسمت را چند بار ببینین و حتی بنویسین و نوشته را همراه خود داشته باشین که هر از چندگاهی او را مرور کنین و در انتهای هر درس هم برایتان تکلیفایی داده شده که اونا را باید انجام بدین. اما مثل همیشه حمایت از ما را با لایک و سابسکرایب و کامنت های مقبولتان فراموش نکنین. حالا میریم به سراغ درس اول، ضمایر. ما انواع ضمایر را داریم که در این درس میپردازیم به معرفی ضمایر شخصی و یا ضمایر فاعلی. ضمیر در زبان پشتو نمزره‌ای گفته میشه. اما ضمیر چی است و چند نوع ضمیر شخصی داریم؟ نمزره‌ای هغه کلمه ده چې د اسم پر ځای راځي او له تکرار څخه مخنیوي کوي. ضمیر کلمه ای است که جانشین اسم میشه و از تکرار از او جلوگیری میکنه. برای مثال ما میگیم احمد آمد. احمد با موتر خود آمد. در جمله دوم احمد دوباره تکرار شده. برای از اینکه جلو از این تکرار را بگیریم به جای احمد یک ضمیر میگذاریم که به احمد اشاره کنه. احمد آمد. او با موتر خود آمد. در زبان پشتو ما دو نوع ضمایر شخصی داریم، منفصل و متصل. ضمایر منفصل به طور جداگانه نوشته میشن، اما ضمایر متصل معمولا در آخر افعال میچسبن که به اونا شناسه فعل هم گفته میشه. حالا یک بار ضمایر را با هم میخوانیم و بعد میریم به سمت مثال ها. ز به معنای من، ت و یا تا به معنای تو، دی و یا ده به معنای او مذکر، دا و یا دی به معنای او مؤنث، موج و یا موگ به معنای ما، تاسو به معنای شما مذکر، تاسی به معنای شما مؤنث، دوی به معنای آنها. ز و یا ما به معنای من هست که ضمیر منفصلش میم آخر میشه که با فارسی ام معنا میده. برای مثال ز زدکونکیم، من متعلم هستم. یم ضمیر منفصل ز هست، یعنی که هر جایی که و یا در هر جمله‌ای که شما از کلمه ز و یا ما استفاده میکنین باید در انتهای از او جمله و یا در انتهای از او فعلی که در او جمله به کار برده میشه امر بیارین. ت و یا تا به معنای تو هست که ضمیر منفصلش اوگدیا هست به معنای ای در دری. برای مثال ما میگیم تا ازدکون که تو متعلم هستی. دی و یا ده به معنای اوی مذکر است که ضمیر منفصلش سرگند یا میشه که به دری است معنا میده. برای مثال دی ازدکون که او متعلم است. دا و یا ده به معنای اوی مؤنث است که ضمیر منفصلش اوگ دیا میشه که به دری است معنا میده. برای مثال دا ازدکون که آن زن متعلم است. موج به معنای ما هست
که ضمیر منفصلش او هست، یعنی که در انتهای جمله و یا فعل باید با او ختم شود که به فارسی این معنا میده. برای مثال موج ازدکون کیو، ما متعلم هستیم. اما به خاطر داشته باشین که ضمایر متصل و منفصل هر کدامشان مختص هم دیگه هستن. اینا رو با هم یاد بگیرین، با هم ازبر کنین. برای مثال ما نمیتونیم بگوییم که موج ازدکون کی و یا موج ازدکون کیم. حتما باید بگوییم موج ازدکون کیو. همانطور که در فارسی ما نمیتونیم بگوییم که ما متعلم هستم و یا ما متعلم هستی. باید بگوییم ما متعلم هستیم. موج ازدکون کیو. تاسو به معنای شمای مذکر که ضمیر منفصلش یای همزه دار میشه، به معنای اید در دری. تاسو ازدکون کیی، شما متعلم هستید. تاسی به معنای شمای مؤنث که ضمیر منفصلش اوگدیا میشه و در تاسی هم اوگدیا داریم که در دری به معنای اید هست. تاسی ازدکون کی، شما متعلم هستید. برای مثال ما نمیتونیم بگوییم تاسی ازدکون کیو، یعنی که شما متعلم هستیم. باید بگوییم تاسی ازدکون کی، شما متعلم هستید. دوی به معنای آنها که ضمیر منفصلش ترگنده یا میشه که به معنای اند در دری هست. دوی ازدکون کی، آنها متعلم هستند. حالا در بخش کامنت ها برام نوشته کنین که من دکتر هستم، تو مؤنث انجینیر هستی. خب دوستان عزیز، این بود درس اول ما از بخش آموزش 0 تا 100 گرامر زبان پشتو. امیدوار هستم این درس براتون مفید بوده باشه. اگر این ویدیو را دوست داشتین او را لایک کنین و اگر میخواین زبان پشتو را یاد بگیرین چینل ما را سابسکرایب کنین و زنگوله را هم فشار بدین تا از درس های جدید عقب نمانین. تا درس آینده شما را به الله پاک میسپارم. پامخ دیقه ده خدای پامان.